یعنی شما چی فکر کردید؟ شما فکر کردید با ناراحتی مردم در ناترازی برق، در ناترازی گاز، در مشکلات معیشتی میخواید مردم رو در مقابل این ناترازی ها راضی کنید به اینکه مردم رو در گناه آزاد بگذارید، بی‌حجابی رو آزاد کنید، قانون عفاف و حجاب رو ابلاغ نکنید؟ مسئولین ما اینجوری فکر میکنن که قانون مصوب عفاف و حجاب رو ابلاغ نکنن که این قانون اجرا بشه، که در حرام و در فسق و فجور و گناه مردم آزاد باشن، دیگه ناترازی برق و آب و مشکلات معیشتی رو بتونن تحمل کنن. واقعا این مدیریت صحیحه؟ این مدیریت درسته که مسئولین ما بخوان انجام بدن که با این قضیه مردم راضی کنن؟ و کی راضی میشه؟ این نمازگزارا راضی میشن؟ این متدینین راضی میشن؟